صبح بخیر دوستان. یه پراید 96 یورو 4 به درخواست مشتری. البته ما این کارو نکردیم، جای دیگه انجام دادن، کاتالیست رو برداشتن، به همین دلیل چک روشنه و از ما درخواست کرده که چک رو براش خاموش کنیم. من قبلش زدم شناسایی کرده، تینینگ دامپ اورجینال در حال آماده سازی. خب اینجا سنسور اکسیژن پایین حذف، میای تو کد خطا P0420 برای سنسور اکسیژن پایین و کاتالیست P0420. همینطور که میبینید زده کد خطای مورد نظر یافت نشد. برای این کد خطا قابلیت خاموش کردن چراغ چک امکان پذیر است. برای ادامه تایید بزنید. منظور اینه که شما چون جزء خطاهای اصلی ماشینه حذف نمیتونه کنه، فقط برای اینکه چک رو خاموش کنه. اینه ما اوکی رو میدیم بهش، بعد که اینجا ثبت شد یه بک میزنیم، برمیگردیم میایم پایین اعمال تغییرات و تمام. منتظر میشیم تا برنامه ریزی رو انجام بده. روز خوبی داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.